سلام رفقای گل، امیدوارم حالتون خوب باشه. آقا گویا مسترویس خیلی علاقه داره به این چالش های دایره دارش. تو این ویدیو 100 نفر رو گذاشته تو 100 تا دایره مختلف و کسی که آخر بیاد بیرون برنده یه جایزه $500,000 میشه. و نکته جالب این ویدیو اینه که تمام افرادی که تو این ویدیو هستن چهره های شناخته شده ویدیوهای قبلی هن. یعنی از تمام ویدیوهای قبلی مسترویس کاراکترهایی تو این ویدیو حضور دارن و ممکنه خیلیاشون هم شما بشناسید. دیگه بقیه توضیحاتو میذارم جیمی بهتون بده. بریم با هم ویدیو رو ببینیم. پشت سر من 100 تا دایره است و توی هر کدوم یه نفر ایستاده. برام مهم نیست که این چالش چند هفته، چند ماه یا حتی یه سال طول بکشه. آخرین کسی که از دایره بیاد بیرون این $500,000 رو میبره. قوانین بازی سادن. اگه به هر عنوان از این دایره قرمز بیای بیرون $500,000 میبازی. چالش رسما شروع شد. موفق باشید. 5,000,000 پشت سرم جا خوش کرده. منم اومدم با خودم ببرمش خونه. از حالا به بعد اینجا خونه منه و توف به ذات کسی که بخواد من از اینجا بیرون کنه. $500,000 فقط واسه خودم. 27 ساعت کوبیدم تا برسم اینجا. حداقل 27 ساعتی رو دووم بیارم. باورتون بشه یا نه این بازی از چیزی که میبینید خیلی سخت تره، چون هنوز نیم ساعت هم از شروع چالش نگذشته که این اتفاق افتاد. اولین حذفی بازی مشخص شد. یکی پاش رفته رو خط. کدوم احمقیه؟ وای استرسی شدم. روی صفحه نشونش بدید. تی جی تو از خط قرمز رد شدی که یعنی متاسفانه حذفی. بالاخره یکی باید فداکاری میکرد دیگه. خیلی خوب، سلام برسون. چندلر بده افتخار میکنم استقامت داشتی؟ اولی نبودم ولی دومی که میتونم باشم. چی کار میکنی الان 2 نفر حذف شده؟ اگه براتون سواله که چرا چندلر و یه سری چهره آشنایی دیگه تو این بازی هستن، واسه اینه که نقش اصلی تمام ویدیوهای قبلیمون تو این ویدیو حضور دارن. تمام چهره‌های آشنا امروز اینجا. همه آدمای اینجا قبلا تو ویدیوهای مسترویس بودن و راه و روش برنده شدن بلدن، پس واقعا رقابت سختیه. من کلیپ 1 تا 100 ساله ها رو دیدم. قطعا شماره 42 از همه خطرناک‌تر. این همون خانومیه که از رو سکو پرید پایین و 99 نفر به فنا داد. بلی داداش شما که اینجا راحتی آره داداش، از اون خونه جنگلی فسقلی منو گیریس که لباساشون بهتره. هم نوشته که تو ویدیوهای قبلی چقدر پول به دست آوردن یا از دست دادن. مثلا این داشمون انه باختو در آورده یه 200 تا، یه 250,000 تا، یه 1,000,000، یه جت و یه 1,000,000 دیگه تو ویدیوی 50 یوتیوبر تو مکعب. واسه همین دوست دارم با جیمی بگردم، هی منو یاد بدبختی‌ها میندازه. نفر بعدی یه جوری حذف شد که هیچکی انتظارشو نداشت. این تو چه خوبه. او بیجا 300 بیرون. چرا آخه با دستشویی صحرایی حال نمی‌کنی؟ نه. باشه میگفتی برات آفتابه میآوردم. مرسی که دعوتم کردی. برای تو. بزنی بهتره. این از اون چالش است که هر کی آخر بمونه برنده است. پس باید توی همین دایره ها بخوابن. ولی خب انگار جیو یه برنامه ویژه واسه همه داشت. اگه ویدیوهای قبلیمون رو دیده باشید احتمالاً بدونید میخواد چی کار کنه. من قبلا این بازی‌ها رو کردم. این که نظری بقیه بخوابن به نظر استراتژی خوبی میومد. آقا ما رو به خیر و شما رو به سلامت. بدجور خستم، میخوام برم خونه. این بازی برای پیرمردا مناسب نیست. من دیگه و اینا نمیکشم. تنها کسایی نبودن که حذف شدن. 7 نفرم اتفاقی موقع خواب خوردن به خط قرمز. و یکی از این زیباهای خفته کسی نبود جز کارل خودمون. شدم دیدم این انگشت خیر ندیدم زده بیرون. فقط تو شب اول 14 نفر شانس بردن $500,000 رو از دست دادن و تو این بازی بعدی که همه عاشقشن قراره تعدادشون بیشترم بشه. نگهبانا بلوکا رو بیارید تو. ببین کی اینجا. از این آوردن. وای دوباره از این برجا آورد. ای خدا ازت نگذره. از اونجایی که همتون بازیکنای با تجربه‌ای هستید گفتم یکی از سخت‌ترین بازیایی که تا حالا داشتیم و براتون دفعه بیارم. قبلا با همینا از 20 گیمز هست شدم ولی این دفعه دیگه نه. تنها کاری که باید بکنید اینه که برجتون رو روی اون بلوک قرمز رنگ بسازید. حواستون باشه محکم بسازینش. منم چند دقیقه دیگه میام سراغتون. قبلا تو 20 گیمز دیدم، خودش خیلی سخته، اصلا نمیدونم چی به کارش نظرم کنم. خیلی این مرحله رو رد میکنن. امیدوارم من جزشون نباشم. نه یعنی جزشون باشم. تو ویدیوی طبیعت وحشی شما رقیب بودید، الان با هم همکاری میکنید. بچه‌ها بیشتر ویدیوهایی که اینجا بهشون اشاره میشه رو ما دوبله کردیم و توی کانالمون موجوده. هر کدوم که به نظرتون جالب اومد و ندیدینش برید تو کانال یه نگاهی بندازید، به احتمال زیاد دوبله‌شو داریم. لینک این ویدیو یعنی مردان در برابر زنان هم میاد اینجا که اگه خواستید بتونید ببینید. شما رقیب بودید، الان با هم همکاری میکنید. فعلا بهش اعتماد دارم. یه تست پرشی برم روش. آره خیر تو محکم نگهش دار. منم برو بابا مزاحم همه از نشو. برجایی که ساختن راضی‌ان؟ آره. اتاق کنترل شمارش 24 ساعته رو راه بنداز.
از الان تا 24 ساعت آینده اگه برجتون بریزه شما از بازی حذف میشید. وای خدای من. واسه جذاب‌تر شدن داستانم نگهبانا به هر کدوم یه توپ قرمز رنگ بدید. ای بابا بی خیال داداش. با تموم شدن زمان شماره 24 ساعته چراغا قرمز میشن و شما 10 ثانیه وقت دارید که با توپتون برج هر کسی رو که دلتون میخواد بزنید. اگه بتونید برج رو بندازید اونا از بازی حذف میشن. پس تا میتونید دوست پیدا کنید چون قطعا نمیخواین 20 نفر همزمان برج شما رو بزنن. بیاین با هم تصمیم بگیریم کیو حذف کنیم. خب اینجا باید به دور و بریاتون اعتماد کنید. یه سری هم هستن که من اصلا بهشون اعتماد ندارم. این رفیقمون جوی چستناته. اگه نمیشناسیدش یک بخور حرفه‌ایه. یعنی کسی که تو مسابقات مثلا هات داگ خوری شرکت میکنه و میتونه 5-6 کیلو غذا رو جا بده و یکی از قهرمان‌ها و افراد معروف این رشته است. و تو ویدیوی بزرگترین تیکه پیتزای دنیای مستربیست حضور داشت. البته توی 50 تا یوتیوبر هم بودش به عنوان داور یه حضور کوتاه داشت. اصلا بهشون اعتماد ندارم. فقط کافیه یه نفر برج منو نشونه بگیره و راحت منو بندازه بیرون. خیلی خستم، دوست دارم بخوابم ولی نمیدونم چطوری بخوابم. حتی بعضی اصلا نخوابیدن و تمام تمرکز رو گذاشتن رو مراقبت از برجشون. الان رسما وارد روز سوم شدیم و من ازش میترسم. این یه بازی استقامتیه، پس فقط نشستم و منتظرم. این چالش استقامتیه ولی خب انگار چند نفر استقامتیشون ته کشید. یکی از بازیکن‌ها فقط به خاطر یه دونه کشمش حذف شد. داداشمون فکر کرده ذریح حرم قشنگ دستشو متبرک کرد. زیارت قبول. تا حالا کشمش نیم میلیونی دیده بودی؟ اما بیشتر این زمان صرف ساخت اتحاد و تصمیم گیری برای حذف بقیه بازیکن‌ها شد. مشکل اینجایه که نمیدونی کی با کی متحد شده و کیا قراره از هم دفاع کنن. تقریبا وقتشه. تو سمت کی بندازی؟ جرمی تو 20 گیمز دیدمش، میتونست تصمیمای بهتری بگیره. منم چند نفری تو لیستم هستن. منظورم رینه. میدونم هوگو کاری به کارم نداره ولی واقعا نداره. شما 24 ساعت چارچشمی مراقب برجاتون بودید. حالا توی 1 دقیقه آخر هستیم. شما کلی وقت داشتید که اتحاد تشکیل بدید، استراتژی بچینید، دشمناتون رو مشخص کنید. قرار اوضاع حسابی قراش بیش بشه. 3 2 1 بزن توپو. جرمی ریخ، مارکم حذف شد. کینه به دل داشت. رین و هیوگو حذف شدن؟ خیلی خوب، آتش بس بابا توپا رو غلاف کنید، وقت تموم شد. اگه برجتون هنوز سر جاشه شما میرید ادامه بازی. ای والله نمیتونم باور کنم هنوز تو بازی. خیلی خوب جرمی، تو توی 20 گیمز باختی و احتمالاً تنها کسی هستی که به جایی توی مسابقه غیر از هات داگ خوری باختی. بیا برو خونتون. مارک تو هم میتونی بری. ولی نامردانه ترین حذفمون موقعی بود که هیوگو رینو حذف کرد. از قدیم گفتن از هر دست بری از همون دست هم پس میگیری. بیا داداشینو بگیر از خودت دفاع کن. شاید اگه یه خورده بیشتر تو کارهای پناهگاه کمک میکرد. بایستا ببینم انگار یادت رفته که اینه کوزه دستشویی و برق مینداخت و کف زمین و بین علما اختلاف افتاد. بفرمایید برید بیرون لطفا. بچه این دوتا هم تو ویدیوی 100 روز تو پناهگاه اتمی بودن که اونم دوبله کردیم و لینکش میاد اینجا. ما اختلاف افتاد. بفرمایید برید بیرون لطفا. مواظبت کنید. و بقیه بازیکن‌ها بزنید برجا رو شتک کنید چون رفتید مرحله بعد. تا میتونید استراحت کنید چون فردا